و اما قطعه رهایی. عرض کنم که این قطعه رهایی در بین کارهای خود بنده، در بین کارهایی که خود من انجام دادم در ژانر آهنگسازی و تنظیم و اجرا، خودم احساس میکنم به گواهی هم اهل فن هم غیر اهل فن که نسبت به کارهای خودم یه کار گوناگونی است. یعنی نه در ژانر ارکستر سمفونیکه، نه در ژانر ارکستر ملیه، نه سنتیه. یه ترکیب خاصی است که شاید برای خودم جدید باشه، یعنی حداقل در بین کارهای خودم تازه و جدیده. و سال گذشته، یعنی سال 92، من این ترک رو کار کردم که نگاه هم به این کار چون ملودی قدیمی است، یعنی ملودی از ملودی‌های قدیمی است که شاید برای ذهن خیلی از شنوندگان و کسانی که با موسیقی اون دهه آشنایی داشته باشن براشون خیلی آشنا باشه از لحاظ خط ملودی. من سعی کردم از المان‌ها و مشخصه‌های خود ملودی و اصل کار بهره برداریایی بکنم و در تنظیم و ارکستراسیون جدیدم اون رو به گونه دیگری لحاظ بکنم. یعنی تو ترکیب ارکستر یکی دو تا از اجزا و سازهای استفاده شده در اون اوریجینال رو نگه داشتم، ولی اومدم نگاهمو عوض کردم. یعنی تو مقدمه یه رفرم ایجاد کردم، مثلا مقدمه رو یه جوری دیگه شروع کردم تا به یه نقطه‌ای میرسه، یعنی 7-8 میزان و 7-8 جمله اول شروع اصلا مشخص ممکنه نباشه که ما داریم با چه ملودی سر کله میزنیم و این چیه، اما تم و المان اصلی خود ملودی هست. سازهای استفاده شده در این، اولا این در مینور یا بیات اصفهان خودمون هست که در اصطلاح گامشناسی موسیقی کلاسیک مینور هست، ولی در موسیقی ایرانی آواز بیات اصفهانه. خیلی هم اتفاقا از اصطلاح المان‌های بیات اصفهان تو این کار استفاده شده، اما در یه فضای چی میگن یکم رمانتیک‌تر، یعنی سلسله مراتب دستگاهی ردیفی نداره اصلا. یه ملودیه که پیوستگیش هم بیات اصفهان ایرانی رو تداعی میکنه و هم مینور فرنگی رو تداعی میکنه. رفتم رها گشتم از دام تن، رفتم جدا گشتم از ما و من، رفتم چرا مانم دیگر، چرا تو را جویم ای آشنا، بگیر از من نام مرا، به یادت از آینه ها رفتم. و چون خودم زمزمه میکردم این کار رو، خیلی به دلم نشسته بود و خیلی برام جذابیت داشت. وقتی خوندم دیدم نه، میشه بخونم، من میتونم از امکانات موجود در صدام به یه نحو رمانتیکتر، به یه نحو امروزیتر استفاده کنم و به قول اهالی موسیقی لیریک، یکم آوازی، یکم چیز بخونم، مثل چی میگن آواز چیز سنتی یا ملی، نه اصلا یه چیزی که یه ذره به گوش همه خوشایندتر باشه، نه ایرانی نه کلاسیک. و وقتی تصمیم گرفتم بخونم، رفتم تست کردم، دیدم چقدر رو حالتهای خودم تطبیق داره، یعنی خیلی با حس و حال خودم میخونه.
خب چرا خودم نخونمش؟ بعد این تعصبم بذارم کنار که حالا این چون جزو اصیل یا ملی محسوب نمیشه، حالا خیلی متعصبانه برخورد نکنم باهاش. بعضیا بیان میگن بیا ببین اینم مثلا یه کار اینجوری خونده. اصلا ممکنه بعضیا این رو توی ژانر پاپ قرار بدن، در صورتی که از نظر من پاپ نیست، اصلا یه چیز کلاسیکیه که یکم موسیقی سبکتر و لایتیه، یکم موسیقی آرامی است با اجرای آرام که هر کی هم شنیده اینو گفته. یعنی میگن که این یه آرامشی در موسیقی تنظیم شده و در چیزی که تو خوندی هست، یه آرامشی هست، یه آرامش عاشقانه خیلی نجیب، عارفانه عاشقانه خیلی نجیب و رمانتیک. تویی نگاه شام تار من، تویی نگاه بیقرار من، تویی خاکم ذره‌ای محو عاشقان، هیچم سایه‌ای تنها بی نشان، منم درد و تویی درمان، تویی تنین عشق جاویدان، تویی. تصویری که من خودم دارم اینه، منتها کلامش هم کلام جدیده، یعنی کلامی است که آقای سعید یوسف نیا گفتن. این کلام رو خیلی هم زیبا گفتن، خیلی هم روی این ملودی نشسته قشنگ، خیلی جذب و جذب شده. و من هم برای ترکیب سازهای برس یا بادی برنجی، پیانو، آکاردئون، یک ویولون سولو، یک آلتو سولو، ویولنسل و کنترباس به اضافه کاخون که جزء سازهای ضربی هست و تنبورین و دقک به اصطلاح، چیزایی که ممکنه اصلا به هم مرتبط نباشه. یعنی لایه بالایی تنظیمی که من کردم با لایه پایینیش خیلی متفاوته. مثلا از ساز زهی من خیلی استفاده محدود در این کار کردم ولی به جاش. یا مثلا آکاردئون رو به عنوان یه رنگامیزی آوردم، چون در اوریجینال و در اصلش از آکاردئون استفاده کرده بود ولی افراطی. من خیلی خیلی محدود و کوتاه و در حد رنگامیزی از آکاردئون استفاده کردم، اما پیانو رو بهش نقش دادم، بادی برنجی ها رو بهش نقش دادم، ویولون سولو، یک تک ویولون نقش بسیار زیادی داره و آلتو نقش داره. یعنی هر کدوم از اینها رو من براشون نقش تعریف کردم توی تنظیم و ارکستراسیون جدیدم. و در اجراش هم که اون روز بسیار بسیار احساس عجیبی داشتم و یکم حال احساسیم منقلب بود، شاید یه حال خاصی داشتم، خیلی نرمال نبودم از لحاظ احساسی. و باز همون حسی که در کعبه دلها عرض کردم که به هم جای غالب می شد، در این هم اون حالت پیدا شد. بیخوابم در آرزوی تو، بیتابم ز عطر و بوی تو از دنیا، به شوق روی تو رفتم. میخوانم صدای من تویی، میدانم هوای من تویی، در هر جا به جای من تویی رفتم. ندارم جز تو غم خاری، نه در مستی نه هوشیاری، اسیرم بنده عشقم، رها از بنده بیزاری، منم درد و تویی درمان، تویی تنین عشق جاویدان، تویی تنین عشق جاویدان، تویی. کلام پایانی. اولا تشکر از شما و عوامل این برنامه که موجب شدید مخاطب
با هنرمند و هنرمندان یک ارتباطی برقرار بکنه و یک انس و الفتی شاید از نزدیک با هم بیشتر بگیره. این تشکر از شما و سازندگان این برنامه و اینی که موسیقی جلوه و نمایی از هستی و زیبایی های هستی است. باهاش خوب تا کنیم، باهاش خوب برخورد کنیم، بسازیمش و بذاریم بسازنش. نسل من، نسل بعد از من و نسل بعد، چون زبان هستی، زبان طبیعت و زبان عشق و زبان زیبایی ها از خداوند روی زمین هنرهایی است که آفریده و خلق شده. در نتیجه بهتره به هنرهایی که در طبیعت و در نهاد طبیعت وجود داره احترام بگذاریم و برای خالقینش، مجریانش، سازندگانش حریم قائل بشیم و اجازه بدیم که این هنرها که صنعت خدا به دست مخلوق هست ساخته و پرداخته بشه و خوب متشکرم. ای که در اوج شکوهی هر نفس از تو میخونم، ای صلابت همیشه تا ابد با تو میمونم.